دوستان عزیز، بخش بعدی مبحث خودشناسی رو در خدمت آقای حبیبوند ادامه میدیم. من با خوندن کتابای شما همیشه این سوال رو میخواستم از شما بپرسم که انگیزتون برای نوشتن این کتاب ها چی بوده؟ چرا انقدر وقت و زمان گذاشتین تا این کتاب ها نوشته بشه و اینجوری کامل و خیلی مفید در اختیار ماها قرار بگیره؟ واقعا چیه هوی شما رو با نمیدونم محرک شما برای نوشتن این کتاب ها چی بوده؟ و آیا این کتاب ها گفته های خودتون هست یا اینکه یعنی برداشت های شما هستش یا اینکه جمع آوری کردین یک سری اطلاعات رو؟ در واقع شما مؤلف هستین یا نگارنده؟ بله، خب البته این شد دو تا سوالا که من یکی جواب میدم. یکی این که چه شد که من این کتابا رو نوشتم در حقیقت. خب جواب این سوال این هست که وقتی که شما اولا من اینو بگم، من خیلی به نگارش علاقه دارم، از بچگی هم علاقه داشتم، همیشه هم تو مدرسه انشا جزو درسایی بود که عاشقش بودم، خیلی دوستش داشتم. یک علاقه به نگارش هست و یه حس دیگه این که دوست دارم چیزی رو که کشف میکنم یا برام جالبه یا فکر میکنم خیلی مفیده با دیگران تقسیم کنم. این حس اصلا همیشه در من بوده. وقتی شما این دوتا رو کنار هم بذارین، معنیش اینه که وقتی که یه آدمی که خیلی دوست داره که ریشه رنج‌های آدم رو بفهمه و بدونه که واقعا دور و برش داره چی میگذره و تو چه مسیری قرار گرفته و یه سری سوالای اینطوری، وقتی جواب اینا رو کشف بکنه طبیعیه که بخواد اینا رو با دیگران تقسیم بکنه و یکی از بهترین راه‌هاش خب کتابه. و بنابراین من اون چرا که بهش رسیده بودم سعی کردم که در کتاب‌ها منعکس بکنم. این جواب سوال اولتون که فکر می‌کنم حالا امیدوارم درست جواب داده باشم، یعنی به اندازه کافی بوده باشه. سوال دوم این که آیا اینها برداشت‌ها و دریافت‌های شخصی من هست یا یه جور تعریف هست؟ ما اگه به عمق پیام خودشناسی توجه بکنیم، اصلا تفکر تقلیدی، تفکر تألیفی اصلا تفکر درستی نیست. البته منظورم تألیف به معنای نگارشی قضیه نیست اصلا. منظورم اینه که ما به جای اینکه اطلاعات و داده ها رو چیزایی رو که میشنویم میبینیم نقد بکنیم، بسنجیم و پردازش بکنیم و از توش یه چیز خودساخته خودگزیده در حقیقت بیرون بکشیم، این کاری هست که هر کسی باید بکنه. و این درست نیست که ما عقاید دیگران، دیتاها یا داده ها یا اطلاعات رو فقط کنار هم بگذاریم و به یک مجموعه برسیم. این کار صحیحی نیست و قطعا من در کتاب‌ها این کارو نکردم. البته معنیش این نیست که به عنوان یک خواننده، به عنوان یک حالا دانش آموز نویسنده های دیگه بزرگ دیگه استفاده نکردم. قطعا من شاگردی کردم در نزد بسیاری از نویسنده ها، حکما و کسانی که آثارشون رو خوندم و از سخنانشون بهره گرفتم. حتما اینطوری بوده. ولی اونچه که شما میخونید و میبینید و گفته میشه تو کتابای من حالا یا تو سمینارها و اینها، در واقع برداشت‌ها و دریافت‌های خود من. مسئولیتش با من هرچی هست. خب برای چی باید باورامون رو دوباره مورد بررسی قرار بدیم، دوباره بشینیم بگیم که خب من اینطوری فکر میکنم، چرا اینطوری فکر میکنم، چرا؟ خب البته بخش از جواب این سوال رو تا الان دادیم، ولی ببینید در واقع چی که میگیم دنباله همون حرفی که زدیم، ما اولا به دلیل اینکه ما روی فونداسیون به نام باورها حرکت میکنیم، مثلا زندگی میکنیم. باورهای ما ستونهای زندگی ما هستن، نگرش ما، یعنی همه انتخابات ما، انتخابهای ما، قضاوت‌های ما، همه اینها بر اساس نگرش ماست. پس این خیلی مهمه. مثل موتور یه ماشین که داره حرکت میکنه، خب تمام این ماشین رو این موتور داره حرکت میده. شما اگه از موتور شناخت نداشته باشید نمیتونید از ماشین استفاده درستی بکنید، یا اگه مشکلی برای موتور ماشینتون پیش بیاد، خب چجوری میخواید درستش بکنید؟ خب خیلی از ما فکر میکنیم که خودمون رو میشناسیم و همینجور داریم زندگی میکنیم و خب
داریم میریم جلو دیگه. خب دارم عرض میکنم، من همین رو میگم. ببینید شما با یک سری باورهایی دارید زندگی میکنید، با یک سری پیش‌فرض‌ها در واقع زندگی میکنید که اینها توسط محیط به شما القا شده. حالا صرف نظر از اینا اصلا درسته یا غلطه، اگر اینا رو خود شما انتخاب نکرده باشید، معنیش اینه که شما دارید کورکورانه دنبال روی یه نفر دیگر رو میکنید. یه نفر دیگه یه مسیر رو میرفته، شما رو هم گفته تو هم بیا برو، حالا یا با ترفند یا با حیله یا با زور شما هم دارید تو اون مسیر حرکت میکنید. میگه که در جایی که همه مثل هم فکر میکنند، معنیش این است که هیچ کس فکر نمیکنند. شما برای اینکه بتونید آگاهانه زندگی بکنید، باورهاتون باید مال خودتون باشه، طرز فکرتون رو باید خودتون انتخاب کرده باشید، قضاوتاتون رو خودتون باید رقم زده باشید. این یه مطلب دیگه این که در محیط زندگی ما و در فرهنگ ما و در آموزش هایی که به ما داده میشه نقایص زیادی وجود داره و این نقایص و این مشکلاتی که توی این خود این آموزه ها اصلا وجود داره وقتی وارد وجود ما میشه، از تناقضی که در اونها هست ما هم دچار تناقض میشیم. خیلی از آموزه های محیط، خیلی از چیزهایی که از بچگی به ما یاد دادن مثلا اینا با هم در تعارضه. حالا مثال میزنیم بعداً و به هر دوش نمیشه عمل کرد. خب اگر شما بخواید به فرمان هر کدوم از اینا برین عمل کنین، مدیون اون یکی میشین در حقیقت. و مطلب دیگه این که یکیش مسئله تناقضه، یکیش مسئله مثلا فرض کنید ایدئالگراییه. در خیلی از جوامع یک جور فرهنگ ایدئالیسم وجود داره، یعنی آدم ها از هم انتظار دارن که بی نقص باشن، هیچ ایرادی نداشته باشن، هیچ نقص اخلاقی یا شخصیتی نداشته باشن و هر کس که کوچکترین ایرادی در وجود دیگری پیدا بکنه به شدت اون مورد انتقاد قرار میده. برعکسش هم هست، بعضی از آدما رو خیلی خیلی گنده میکنن در حد پرستش. خب این ایدئالیسمه. این ایدئالیسم با هیچ واقعیتی سنخیت نداره، سازگاری نداره. هیچ انسان ایدئالی ما وجود نداره، پیدا نمیکنه. پس چرا باید از دیگران انتظار داشته باشیم که ایدئال باشن؟ چرا ما اینقدر نسبت به اشتباهات دیگران بی‌گذشتیم؟ چرا اینقدر بی‌تحملی؟ به خاطر اون آدم ایدئال است که تو ذهنمون نشوندیم و فکر کنیم همه باید ایدئال باشن. و بعد چون ما ایدئالی فکر می‌کنیم با همه دعوا داریم، با همه می‌جنگیم، از همه انتظار داریم. خب این باور از کجا اومده که اینقدر برای ما داره رنج ایجاد می‌کنه؟ این باور در جامعه است، در جامعه جاریه و در ذهن من نشونده شده. الان منم کورکورانه دارم ازش پیروی میکنم. من متوجه نیستم که به کجاها دارم برخورد میکنم، سر و صورتم کجاها دارم میخوره تو این راهی که دارم تو تاریکی طی میکنم. خب این یک نشانه خیلی واضحی است از اینکه شما باید باورهاتون رو بشناسید، وگرنه اسیر باورهای تحمیلی خواهید شد. یعنی عمرتون رو در واقع خرج چیزی میکنید که نمیدونید چیه، که مال شما نیست. و چه فاجعه‌ای بالاتر از تجربه شخصی خود من قبل از اینکه به سمت خودشناسی برم این بوده که من فکر میکنم هدف و وسیله رو با هم اشتباه کرده بودم. همیشه فکر میکردم که اگر به مقامی برسم، به پستی برسم، به یک موقعیت اجتماعی برسم یا به پول برسم یا خانواده مثلا خوبی داشته باشم، هر کدوم از اینها فکر میکردم که یا تحصیلات داشته باشم، فکر میکردم که خب من به این نقطه که برسم خب چقدر من خوشحال خواهم بود. بعد من میرسیدم به این نقطه ها و باز میدیدم که یه چیزی کمه، انگار باز من اون خوشحالی رو که باید ندارم. بعد نشستم فکر کردم و شروع کردم به خوندن کتاب، از جمله حالا کتاب شما، و فهمیدم که واقعا یه چیز بیرون نیست، واقعا همه چی درون آدمه. و این حرفی که شما میزنین که شادمانی از درون میاد و ممکنه آدم خیلی شرایط مساوی با هم داشته باشه و در اون شرایط مساوی یکی خیلی خوشحال باشه و یکی اصلا خوشحال نباشه و راضی نباشه. واقعا من به این نقطه رسیدم و میفهمم که میشه همچین چیزی. خب چرا جامعه میخواد انسان رو از خود واقعیش دور کنه؟ چرا چه نفعی برای جامعه داره؟ بله،
من اگه اجازه بدین باز یه مقدمه کوچولو بگم بعد جواب سوال شما رو بدم. مکررا تاکید کردم من که انتقاد از جامعه و پدیده‌های اجتماعی یا نظام‌های اجتماعی معنیش نیست که ما کلا جامعه رو نفی می‌کنیم. حالا در طول گفتارها بیشتر این مسئله باز خواهد شد. جامعه برای ما خیلی کارهای خوبم انجام میده. یعنی اگه جامعه نبود شاید این صندلی رو کسی نبود درست کنه که من بشینم با شما صحبت کنم. جامعه به ما کمک میکنه ما خوندن نوشتن یاد بگیریم، ایمنی یاد بگیریم، بهداشت یاد بگیریم و خیلی کارها واسه ما انجام میده که فوق العاده زیاده. مثلا ما زبان رو در جامعه یاد میگیریم و مدیون جامعه هستیم. جامعه اگه نبود زبانی وجود نداشت و زبان اگر نبود تفکری وجود نداشت. حالا خارج از این بحث می‌کنم ما جدای از جامعه و فرهنگ و رفتارهای روزانه‌مون و سنتامون و اینها نیستیم. فکر میکنم ما واقعا قسمتی از اینها هستیم. به یک معنی بله. ببینید انسان یک موجودی است به شدت اجتماعی و این مسئله یعنی جنبه فردی انسان و جنبه اجتماعی انسان طوری در هم تنیده است که شاید جدا کردن اینا، کشیدن یک خطی بین این دو تا اصلا ممکن نباشه. ولی به هر حال ما اگر بخوایم خیلی خلاصه به جواب سوال شما برگردیم، باز همون میشه که عرض کردم. جامعه انتظار داره که فرد بیشتر فرمانبرداری بکنه تا تکروی. و البته اینو بگم و قبلا هم توضیح دادم در کتاب‌ها که جامعه هر قدر سنتی تر باشه بیشتر افراد رو وادار به اطاعت میکنه و هر چقدر که دموکرات تر باشه، حالا نمیخوام واژه‌های خیلی چیز استفاده بکنم، ولی آزادی خواهانه تر باشه رفتار جامعه یا جامعه فردگراتر باشه، معمولا فردیت افراد بیشتر به رسمیت شناخته میشه و افراد مجال بیشتری برای اون چیزی که ما تکروی میگیم در حقیقت دارن. ولی به هر صورت همونطور که گفتم انسان این پدیده که در جامعه وجود داره و انسان باید هوشیار باشه. یک نکته هم خدمتتون بگم، ببینید حتی اگر جامعه، حالا خیلی جامعه رو سرزنش نکنید، ببینید اگر جامعه این کار رو هم نمی‌کرد با آدم‌ها، باز هم یک انسان آگاه وقتی که یک کمی بزرگ میشه و خودش رو میشناسه، به هر حال باید از بین جریان‌های مختلفی که در اطرافش وجود داره به یکی از اینها بپیونده یا اینکه راه خودش رو به هر حال پیدا بکنه. یعنی حتی اگر جامعه با شما هیچ کاری هم نداشته باشه، باز شما این مسئولیت رو دارید که برید خوب و بد رو پیدا کنید واسه خودتون، معنی زندگی رو واسه خودتون مشخص بکنید. به هر حال حتی اگر من عقاید خیلی خوبی هم داشته باشم، دیگری هم عقاید خوبی داشته باشه و عقاید خوبی هم توی جامعه تدریس آموزش داده بشه و کسی هم به شما تحمیل نکنه، بازم شما هستید که باید برید تحلیل بکنید، بسنجید، نقد کنید این عقاید رو و یه راه مستقل برای خودتون پیدا بکنید. یعنی به هر حال این وظیفه بر دوش انسان هست. اون خب جوامعی که فشار بیشتری بر فرد میارن این آزادی رو تنگ‌تر میکنن، امکان این انتخاب رو یه مقدار دشوار میکنن. من شعری از مولانا رو بخونم براتون که میگه 100,000 فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. قیمت هر کاله می دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. مولانا جان همه علم ها رو، اساره و گوهر همه علم ها رو شناخت خیش میدونه. چرا؟ برای اینکه خوب میدونه که شما تمام دنیاتون در حقیقت و تمام خوشی ها و شادی ها یا غم ها و اندوه هاتون ریشه در درون خودتون داره. البته این به معنی انکار عوامل بیرونی نیست، ولی مسئله اینجاست که انسان اگر از درون ناشاد باشه، با به دست آوردن همه دنیا هم نمیتونه خودش رو شاد کنه و این ناشادی در حقیقت ریشه در افکار انسان داره و این فرق انسان شاد و ناشاد فرق بین افکارشونه بیشتر تا اینکه موقعیت هاشون. انسان در حقیقت به یک معنا چیزی به غیر از افکار و اندیشه های خودش نیست و باز هم که میدونید این شعر خیلی معروفه که مولانا میگه که ای برادر تو همه اندیشه مابقی خود استخوان و ریشه، تمام وجود تو در واقع همون اندیشه توه و اگر باقیش که فقط استخون و پوست و گوشت مثل همه جانوران دیگه. انسان بودن انسان به اندیشه شه. گر بود اندیشه ات گل گلشنی،
ور بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی بستگی داره فکرت چجوری باشه، شادی و ناشادی تو بستگی به فکرت داره. اگر اندیشه تو گل باشه، خوب باشه، اندیشه های خوبی داشته باشه، مثل گلچن شاد و پرنشاط و سبزی. اگر نداشته باشی، اندیشه های تو مثل خار باشه، وجودت رو بخوره یا پر از رنج باشه، مثل هیزم یا به اصطلاح چوبی میمونی که توی تون حمام داره میسوزه، هیمه گلخن هستی، میسوزی و رنج میکشی و این بسا که این سوختن خودتو به دیگران هم منتقل کنی، دیگران رو هم ناراحت میکنی. و این اهمیت در حقیقت خودشناسی رو نشون میده، به دلیل اینکه اولا همونطور که گفتم و در این شعر هم اشاره کردم، خود ما، وجود ما محور همه چیزه و این وجود از اندیشه های ما تشکیل شده و خودشناسی دقیقاً بازسازی اندیشه های ماست. ما اندیشه هامون رو نو و تازه بکنیم و در حقیقت به یک تفکر نو و مستقل دست پیدا میکنیم و در نتیجه از رنج تردید و اضطراب و دنبال روی خلاص میشیم و به یک خودباوری میرسیم که این خودباوری اعتماد به نفس و در آخرین تحلیل شادمانی رو به ما هدیه میکنه. انسان خودشناس یک انسان آگاه و آزاد هست. یاران عزیز، با ادامه این گفتگو همراه باشید.